قلی مشکل چی بوده برای مبل ما گفتید؟ جان؟ آقای قلی بله بفرمایید. عزیزم ما از آکو اومدیم مشکل داریم. از آکو اومدی؟ بیا باید کار دارم. بیا بالا. عزیزم چی بوده؟ مشکل؟ بیا تو باید کار دارم. بیا تو. بیا تو باید کار. نگاه پای چوبش نگاه کجه. بیا تو. بیا داداش کار. چی شده؟ این چرا کجه؟ چیش کجه؟ این پایش نگاه کن کجه. نه این کجه. نباید رو فرش باشه. آقا این کجه. اگه کج بود من ببرم. اینو باید ببرش درست کن بیارش تو. عزیز من الان چرا برقا نمیره؟ من آقا من کاری الان ساعت 4 چرا برقا نمیره؟ آقا الان شما ضمانت کردی. واسه تکنسین آکو. مغز ما رو بردی هم یه سر گیر دادی بین لا آقا من کار گفته ضمانت داره گارانتی داره این با درست بشه. من نگاه کن این هدفش اینه که اینا رو ببری یه سرویس دیگه بیاری. خب ما 2 سال ضمانت دادیم هنوز یک هفته رد نشده که عزیز من. آقا مشکل داره. نه این به درد نمیخوره. این پایش کجه. الان نگاه کن کجه پایش. چشات کج میبینه. ها شاید مشکل چشاته. کو بزن اینا. ببینم. دیدی؟ درسته؟ هیچ وقت یک کاسه با خدا من سره من اینکی شدم یعنی